بچه ها بریم سراغ کلاسمون. کاش اون تا اولم ضبط میکردم، حالا موضوع بحث و موضوع جالبی بود. استاد تگ میکنید شما تگ نکنید. آره تگم کنی فکر کنم راحت، ولی بهم بگو چون تگم کنی شاید باز فکر نکنم. بهم بگو که همون موقع برات کامنت چیز بذارم، چون الگوریتمش هم اینطوریه که اگه اول خوب دیده بشه سریع‌تر میاد بالا. یه بازی خیلی من دنبال الگوریتم لینکدین بودم. خب بچه‌ها من برم دیتاهای جدید رو بیارم. get data new source excel. خب بریم اینجا بیای خب چی استاد از رو SQL هم بگید چجوری؟ چی از رو SQL بگم رادمان؟ دیتا بخونید. بذار اصلا همین بذار اینو میخونم. یه دیتا از رو SQL الان میخونم. من میخوام یه دور کلندر تیبل باجت و سلزمو من از رو SQL هم بخونم. اینو لود کنم. نورتفیت اینجا ندارم. بذار جلسه بعد اینو میگم. جلسه بعد من اسکلام پاک کردم. یه چهارشنبه کلاس داریم میخوام نصب کنم دوباره. نورتفیت همه پاک کردم که از اول واسه بچه‌ها ریستور کنم ندارم. من اگه می‌خواستم بخوام روی دیتابیس دیگه میرفتم، ولی نظرتون بگم اگه روی اسکیل می‌خوای بخونی. حتی روی اسکیل که می‌خوای بخونی شما باید یه دونه آی پی سرور بدی. خب یه دونه آی پی سرور میگه رو کدوم سرور. اگه دات بزنی میگی سرور خودم. اگه دات نزنی بچه‌ها ناکنید من میخوام دیتابیس اسکیولی بخونم. میتونم بیام اینجا اسکیل سرچ کنم. چون اسکیل مرسوم استفادهش به همینجا هم اسکیل بزنم برام میره دیتابیس اسکیولی میاد. سرور میاد کدوم سرور؟ من مثلا میام میگم این سرور رو برام بیار. من اینو که اوکی کنم این آی پی سروره. یه موقع‌های 190 فلان 100 و فلان بیسار میتونه باشه، یه موقع‌های هم این شکلی میتونه باشه. من اینو که اوکی کنم ازم یوزر پس میخواد. من میرم یوزر پسشو میزنم و وصل میشم به اون سرور. خب برای اسکیولیه، برای اسکیولی اوکیه. ولی اگر شما اینو کنسل کنم چون الان شبکه‌اش نیستم. ولی اگر شما دیتابیس مثلا بچه‌ها MySQL داشته باشید، دیتابیس اوراکل داشته باشید و از این دست دیتابیس ها، خب برای وصل اینا باید یه دونه نرم افزار نصب کنید خب که بتونه مثلا MySQL رو به پاور بی آی وصل کنه. حالا چی نصب کنیم و اینا؟ چون بچه ها به ازای خیلی از اینا متد مختلفه من دیگه چیز نمی کنم. من فقط میام بهتون میگم چیکار کنم. مثلا شما میخواید دیتابیس MySQL داری، میخواید دیتابیس MySQL تو پاور بی وصل کنید. MySQL database connect connection to الان دقیقا بچه ها توی خود مایکروسافت آموزششو داره که از چه ابزاری استفاده کنید. الان دقیقا توضیح میده که از چه ابزاری برای وصلش استفاده کنید. یا تو بیا مثلا SQL بزن یا MySQL بزن. مثلا یا بزنم Oracle Database Connection to Power BI. خب بهتون یه مسیر میده که آقا از چه مسیری بری که اوراکل دیتابیس اوراکل رو به
پاور بی وصل کنید. شما اکثرا با دیتابیس اسکیل کار میکنید. دیتابیس اسکیل خب اوکیه، یه روش داره، خیلی روش داره که خیلی مرسوم و ساده. اسکیل رو میزنید به دیتابیسش، آی پی دیتابیس رو میزنید و اینجا اوکی میده. بچه‌ها میتونید ادوانس هم بزنید، یه کامنت بنویسید. اونا که اسکیل بعدم اینو میدونن. مثلا می‌نویسید select star from مثلا فلان دیتابیس. خب دیتابیس که نه، from table name، اسم تیبل رو بنویسید و به اون دیتابیس وصل شید. یا که نه، به این سرور وصل شید. من داتا بزنم ارور میده. خب که من هفته بعد دیتابیس خودم نصب کنم، هفته بعد بچه‌ها این دوشنبه هفته بعدش مثلا داخل سازمان ها با پایتون هم داشبورد طراحی میکنن. من ندیدم رادمان، ولی میتونن بکنن، یعنی میتونن این کار انجام بدن. من دقیقاً که پست دادم دقیقاً میاد با داشبورد. من دو تا پست لینکدین هم تو لینکدین بیت هست، میاد با کتابخونه های پایتون داشبورد طراحی میکنن. من ندیدم بدن، میتونن انجام بدن. مثلا نکنن تو پاور بی به اوراکل خودش اصلا گذاشته ابزارشو که میتونید نصب کنید، اکسس تو کامپوننت میتونید نصب کنید و بعد توضیح داده چجوری نصب کنید و چیکار انجام بدید. بچه‌ها اینا رو چرا من حالا درس نمیدم؟ این مثلا میگن چرا خب نمی توضیح بده اینا رو، بیا مثلا ریال توضیح بده. دلیلش اینه که اولا که امکان اینکه بخواید این دیتابیس ها رو وصل کنید کم پیش میاد. مدنشه سلام. آره. امکانش کمه خب به این دیتابیس ها وصل شید. بعد مثلا واقعا اینقدر ولیو نداره ما الان جای دکتون رو بشیم یا اینو توضیح بدیم. و مواردی که خیلی مرسومی تو اینترنت سرچ کنید اینا خیلی متد و اینا هست که آب چجوری وصل شید، متدش هم خیلی واضحه. من فقط اینجا یه نکته رو بخوام توضیح بدم رو دیتابیس ها که یه ذره شاید مرسوم باشه. یکی از شیرپوینته که خیلی خوب مرسومه بهش وصل میشن. خب معلومه دیگه اونم مثل اکسل یه مسیر میده، اون مسیر وصل میشه. یه حالت فولدر بچه، یه فولدر وصل. من وقتی کانکت میزنم مثلا فرض کنید من بیام اینجا ببینم فکر کنم اینجا یه سه چیز دارم. آها این خوبه. بیام فولدر اسمو توی دسکتاپ هم بخونم. فولدر اسم من توی دسکتاپ چیه؟ حالا بهتون یه فولدری توش یه سری دیتا داره. ما که بچه‌ها فولدر اسم من یه فولدره بچه، من رفتم یه فولدر رو خوندم. توی فولدرم یه سری اکسل دارم. اسم اکسل ها موقعی که مودیفای شده تغییر پیدا کرده و اینا. من میتونم اینو تلفیق کنم، میگه آقا میتونید تلفیق کنی یا لود کنی، میتونید تلفیق کنی ترانسفورم. من اگه بزنم تلفیق کن ترانسفورم کن ببین چه اتفاقی میفته. اولا که این فایلات رو میاره، من میتونم بگم تیبل ها رو بخون. میبینی این تیبل هایی که اونجا دارم من اینو اوکی میکنم. یه اشتباه استراتژیک کردم. اون فولدری که دیتاشو خوندم دیتاش خیلی حجیم بود. امیدوارم خراب نشه سلامت. خب بچه‌ها اینجا اولا که بهتون یه سمپل میده، میگه آقا اونایی که شبیه اون اولی هست، پارامتر سمپل شبیه اولی است که شما توی پارامتر رو تعیین کنید براش. بعد دیتا رو اوورد، اسمشو گذاشت اس. شما میتونید بگید آقا سورس کدوم سورس باشه، نکنید سورس نیمی که داره. بچه‌ها من چیکار کردم؟ رفتم یه فولدری که حاوی 7-8 تا اکسل بود و خوندم، بعد همه اکسلاشو انداختم زیر هم. مثلا کاربردش کجاست؟
ما کنید بچه همه رو انداخت. کاربردش کجاست؟ یه کاری کنید. ما کنید بچه من این فولدر اسمو خوندم. فولدر اسم رو میبینید؟ بازش کنم اینجا براتون. من این فولدر اسمو که انداختم اینجا براتون رو خوندم. توش این فایل ها دارم. من اینو میام کپی پیست میکنم، کنترل وی میکنم، اسمشو میذارم 9. نگاه کنید چه اتفاقی میفته. بچه من رفتم فولدر اس رو خوندم دیگه. من اینو رفرش میکنم، اینو باز میکنم. الان اکسل جدیدم قاعدتا باید بیاره. حالا مسئله چیه؟ نکتهش وقتی فولدر رو میخونی، هر اکسلی که توی فولدر قرار بگیره رو میخونی. یعنی آیا هر اکسلی و نه، هر اکسلی هم نه. اون اکسل هایی که فرمتشون شبیه اون فرمتیه که شما تعیین میکنید. من مثلا وقتی داشتم دیتا رو میخوندم تعیین کردم ناکو بچه وقت 9 هم آورد میبینید، گفتم فرمتش شبیه کدوم فرمته باشه؟ شبیه تیبل 1 من باشه. اینجا من رفتم خوندم فولدر رو بچه‌ها. خب بعد اومدم اینجا مثلا دارم این چرخ تندش رو میخونم، دیتا رو خوندم، گفتم یه فرمتی داشته باش، و یه پارامتر باشه شبیه اون تیبل اولیه باشه. از اون به بعد هر تیبلی از اون به بعد هر اکسلی توی اینجا قرار بگیره که فرمتش شبیه بقیه باشه، میاد تو دیتای من. کاربردش کجاست؟ پس شما به یه جایی یه دیتا ستی دارن اکسلیه. من اینو پاک کنم چون دیگه کار یه دیتا ستی دارن اکسلیه. بعد اینا هر روز این دیتا ست رو میذارن توی اکسلیوم، مثلا توی جای بارگذاری میکنن. شما چیکار میکنی؟ شما نمی همش اکسلشون رو بخونی، اکسل جدیدشون رو بهشون میگه اکسلاتو توی شبکه‌ای بذار که منم به اون شبکه دسترسی داشته باشم. من اون دیتاتو میخونم. خب این من فولدر رو میخونم دیگه، تو هم اکسلاتو بنداز تو اون فولدر. خب دیگه هر موقع که خودش اکسل میذاره، من وقتی رفرش کنه خودش این سیستم میاد دیتای جدیدش هم میاره. خب بچه سوالی از این مطلب دارید؟ بفرمایید. اگه متوجه نشید بگید دور توضیح بدم بچه‌ها. فایل اضافه. خب بچه‌ها من رفتم یه فولدر رو خوندم و همون اول ازم میپرسه دیگه داشتم میخونم، ازم اول پرسید که میخوای پارامترت کدوم باشه. من گفتم پارامترم اون اکسل اولیه باشه، اکسل اولیه پارامترم باشه. پس ورده رفته یه ویدیو انداخته تو اون فولدر. بیایم با هم تست کنیم همین الان. من میام اینجا بگم مثلا یه چیز دیگه بگیره بندازم. درسته؟ آره سوالت هم همینه دیگه، میگه یه فایل بندازه چی؟ آره یعنی مثلا یه چیزی با یه فرمت دیگه بندازه چی؟ مثلا یه اکسل دیگه. بریم انجام بدیم. بریم از فولدر بخونم، کانکت بزنم، بگم برو فولدر اسمو بخون. اوکی. میگم تلفیقشون کنم، الکی برای خودم ترانسفورم یهو نمیزنم چون موقع تلفیق انجام نمیشه. خب ناکن میگه سمپل چی باشه؟ من میگم ناکن همون بچه‌ها میگم اولیه سمپلم باشه. تیبلامو بخون بیار. سمپلم شد اون اولیه. هم بره بیاره بزرگوار رفت آورد. بچه‌ها اینجا هم داریم دیگه ترانسفورم فایل هم میتونید بچه‌ها سمپلتون هم میتونید عوض کنید. اینم بهتون بگم بعداً اگه مشکل خوردید. این رفته آورده رفته 9 تا
الان فایل 8 تا فایل بود، فقط نهمی رو پاک کردیم، رو یادم نمیاد. آره دیگه اکسل جدید ادغام میکنه. اکسل جدید با فرمت اکسل قبلی هم اقدام میکنه برامون. ادغام البته ادغام میکنه برامون. من 9 تا بود. من میرم تو فایلم، فایل اسم باز میکنم. یه دونه فایل دیگه میندازم. خب یه فایل دیگه که اصلا هیچ ربطی به اون اکسل نداره رو انداخت. میرم رفرش میکنم. الان چی میشه؟ الان همه بچه با هم تست میکنم. همه رو با هم. اولین حالت اینه که بچه یه چیز دیگه انداختیم. یه دونه فایل دیگه انداختیم. قاعدتاً دو فایل دیگه مشکلی نخواهد داشت. چرا؟ چون گفتم آقا هر چی که فرمت شبیه اینه رو برو بیار. تا اون موقع که اینو باز کنه من یکی از این اکسل ها رو باز کنم. خب من اکسل 9 میخوام فرمتش تغییر بدم. حد مثالی هم که زدم اصلا همه چیزاش من میام اینا رو پاک میکنم. حد میام مثالی هم که زدم دیتاش زیاده اذیت میکنم. خب من میام اینا رو پاک میکنم، اسم اینو میذارم فلان. بچه خودت هم میدونید دیتاش مهم نیست، ستونا و اینا مهمه دیگه. دیگه هم اضافه میکنم به اسم این، میکنم یک سیو میکنم. این فایل 9 رو تغییر دادم. بچه اینجا مشکلی نیومد برامون. خب یه ارور کوچیک داد. من یه بار دیگه رفرش میکنم. اون یکی فایلم اسکیولی هم یه دونه فایل اسکیولی انداختم اونجا پاک کردم. بذارید ببینم. نه پاک میکردم، بذارید بردارم چون فایل میخواستم فایل یه جا دیگه برداشتم انداختم. خب من انداختم، حالا رفرش میکنم دوباره. چی شد؟ فایل 9 رو کلا ریدیزاین کردیم. اسم همونا، فرمت ظاهر چیز همونه ولی ستوناش تغییر کرده، چیزهای مختلفش تغییر کرده. خب بریم اینجا، بریم ببینیم چه اتفاقی. الان 9 رو برای من آورد، ولی آیا همون چیزها رو داره؟ الان بچه با هم میبینیم چه اتفاقات 9 میفته. الان بچه ها انگار میره این فایل ها رو میاره زیر همون اکسل ها رو اپند میکنه. بچه ها وقتی زیر هم اپند میکنه، خب این اکسل ها یه سری دیتا ها رو وقتی اپند میکرد چی میشد؟ قبلا اون ستونایی که اون یکی داشت و بقیه نداشتن مینداخت زیرش نال مینداخت و بالعکسش ستونایی که اونا داشتن این نداشتن مینداخت برای این نال مینداخت. الان احتمالا همین کار میخواد انجام بده برای ما. نها کنید دیگه، دیدید این ستون هایی بود که از فولدر 9 ما ننداختیم، اومد انداخت برای ما ولی پاکش کرد. دیدید چی شد؟ ولی پاکش کرد. چرا؟ چون باز فرمت بچه‌ها فرمت یه اکسله. اگه یه فایل دیگه بندازم چی؟ خب نمیخوندش، با اون فرمت نیست که. حالا بعداً جلسات آخر میبینیم میتونیم یه کاری کنیم بگیم آقا اونایی که فقط این فرمت رو دارن برای ما بیار، اونایی که فرمتشون به این فرمت شباهت نداره برای من نیار. اوکی بچه ها؟ چون داره اپند میکنه میذاره زیر هم دیگه. رادمان اپند داره میکنه میذاره زیر هم، به خاطر اگه کم و زیاد باشه یه جورایی انگار خودش مدیریتش میکنه. خب الان میاره نال میده دقیقا، چون بازم فرمت اکسلش باید داره بهش دیگه. اطلاعات زیر هم میاره. اصلا وقتی فولدر رو فرا میخوانیم اطلاعات، آره دیگه آرمان، ما الان رفتیم یه فولدر اس رو خوندیم، توی فولدر اس من کلی
اکسل بود، رفت کل اکسل ها رو خوند با هم اپند کرد. حجم اطلاعات زیاد که بستگی داره دیگه، بستگی داره. آن نیز اونو که دیگه آره دیگه، شما وقتی اکسل رو میخونید اینجا نام کنید. سوال پرسیدم استاد بعد اگه یه دونه اکسل چند تا ورکشیت باشه چی؟ حالت عادی اگه یه اکسل چند تا ورکشیت باشه که ورکشیتش میتونی جدا بخونی میاری این گوشه. اگه تو اون فولدراش چند تا ورکشیت باشه، بسته به سمپلی که از تیبل اول خود تیبل دیگه کار وقتی گفتی فقط تیبل های یک صفحه یکشو بیار، تو بقیه میره همین کارو میکنه. خودش ادغام میکنه دیگه، میندازه زیر هم. البته به نظر این موضوع تست کنید، یعنی کلا که یه فولدر رو بخونید تست کنید. یک شرکتی کار میکنه که چیز دارن، شیر پوینت دارن، مثلا با شیر پوینت کار کنید ببینید چه اتفاقی میفته. اگه این اوکی که بریم سراغ مبحث زیبای دکس. بچه سوالی مطلبی از مباحثی که تا الان گفتم؟ اوکی. بچه ما توی دکس بهتون تا الان دو جلسه قبل گفتم دیگه، من میخوام رو تیبل سلز کار کنم. بهتون گفتم شما وقتی میایین و اینجا کاتگوری رو مثلا میندازید، بعد اینجا رونیو رو میندازید، وقتی میگید سام تو ایکس، وقتی میگید سام این خودش کد دکسه، یعنی داره یه کد دکسی براش انجام میده. خب حالا ما میخوایم اینا رو یکی یکی با هم حساب کنیم. بریم بچه‌ها به میجر نوشتن. گفتم ستون هم میتونید اضافه کنید. بچه‌ها جلسه قبل گفتم دیگه برای دکس سه جور کاربرد داشت. یکی این که ستون اضافه کنید، تیبل اضافه کنید، ستون اضافه کنید و میجر بنویسید. کویک میجر چیه؟ کویک میجر بهتون میگم. کویک میجر بچه‌ها جالب داره کویک میجر بگم. این کویک میجر این چیزی بود که من خودم مثلا ازش استفاده نمی‌کردم. به نظرم اینطوری بود که خیلی میک سنس نداره، خیلی معلومه کره می‌نویسم. ولی اخیراً توی پروژه این کویک میجر بندر نجات داد. یعنی واقعا من هر کاری می‌کردم با میجر نمیتونستم پیش ببرم. کویک میجر زدم انجام شد. خیلی عجیبه. کویک میجر در مقابل میجر مثل پراید مثلا جلوی ماشین خیلی خوب، جلوی ماشین ژاپنی. ولی این مثلا توی پروژه واقعا پراید ما رسید به مقصد ماشین ژاپنی نمیتونست برسونه. بخاطر همین من بهتون قصدم نبود یاد بدم، ولی چون بهم نجات داد مثلا بهتون بگم بعضی موقع آپشن خوبی داره کویک میشه. خب ببین بچه‌ها الان می‌خوایم میجر بنویسیم و یکی یکی با میجرایی که می‌نویسیم کدای دکس رو مرور کنیم. برای دکس من یه داکیومنتی که یادتون باشه دو تا جلسه قبل توضیح داده بودم و براتون میذارم، میتونید اون تو ببینید. بقیه کدایی که مثال حل نمی‌کنیم ازش و اینا رو اونجا ببینید. این داکیومنتی که برای دکس خواهیم با هم دید، واسه داکیومنتش هم برای خود مایکروسافته. این داکیومنت برای مایکروسافت کدایی که میخوایم درس بدیم و توضیح میدیم بهتون. مثلا خود سایتش هم آوردم، سایت توضیح داده بودم دیگه چه چیزایی داره. اینجا ببینید رو هر کدومش هم برید بچه‌ها مثال داره دیگه. مثلا کد رو نوشته، سینتکسش رو نوشته کد چه چیزی داره و ازش مثال میزنه. بریم و حساب کنیم.
یه مژر بنویسیم. میخوایم بگیم revenue رو برامون جمع کن. میگم سام revenue. اوکی. چیکار میکنم؟ میگم سام revenue. تب بچه من تب میزنم حساب میکنم. من وقتی اینو میندازم بچه ها نگاه کنید این چیزی بود که خود پاور بی برای من یه دونه دیگه از اینا میندازم اینجا، میام کاتگوری رو میندازم، این دفعه از سام revenue استفاده میکنم به عنوان این همون رو برام انداخت. این دفعه بغلش بزنم بچه ها دیگه چیزی نداره، برام سامونه ننداخته، خودش دیگه دیفالت سام انداخت. اوکیه. حالا من این چند تا دیگه بچه ها اینا هم بهتون بگم. ما یکی دیگه داریم به اسم کانت که تعداد میگیره برای ما. مثلا بیایم بگیم کانت، یه بار دیگه بگم آره. بچه فقط بگم من اینجا که رو نوشتم اگه پشیمون شم همینجا خالیش کنم اینو بزنم پاکش میکنم. اینو پاک کنم میام بچه شما این هم مثل چیز شد شما میتونید اینجا نیو میجر بزنید. من اینجا همیشه طبق عادت کلیک راست میکنم رو همینجا نیو میجر بزنم، فرقی نداره. اسمش اول می نویسم بچه ها، میگم اسم این میجرم باشه سام revenue. خب چیکار میکنم؟ میگم سام کن برای من revenue رو. این چرا اینطوری شد؟ بچه اینتلیجنسش یه ذره به هم خورد، من چیز کردم. سام revenue میگم سام الله اکبر اوکی. این نوشتم با سام کن revenue رو، او که مثل اکسل سامش، فقط فرقش اینجا با اکسلی که من قبلش چیز رو نوشتم. مثلا کدش کلیک کننده است بهم بگید. آقا بچه خیلی ساده است. من این کلیک راست کردم نوشتم نیو میجر، این محیط رو برام آورد این بالا، چیزی که این بالا است من اینو بزنم بزرگ کنم، این بالا نه فعلا نمودار امان نمیشه مثلا هیچ. بذارید یه کاری کنم، من رو پاک کنم. مثلا این چه استفاده من فعلا نمیدونم ایجاد میکنم بچه‌ها، فعلا آره بچه‌ها نکنید خوبه. من نوشتم سام، خودش سام آورد revenue. خب نکنید چه اتفاقی افتاد. من وقتی اولش نوشتم آورد برام، من اینجا بچه‌ها یه دونه تیبل تی بی سلز دارم، که داخلش revenue دارم. میارم رو revenue تبو میزنم، پشتش حتما باید تیبلشو بندازه. چرا؟ چون شاید من دوتا تیبل داشتم و تو هر کدوم از تیبلام revenue رو داشتم، به خاطر همین مجبورم تیبل رو پشتش بندازه. من بعد یه ذره از عبارت رو بنویسم خودش بیاد بقیه‌اش رو برای من میاره دیگه، من به خاطر همین کامل لازم نیست بنویسمش. من این ایجاد کردم، اینو که اینتر میکنم خب میبندمش. حالا میام اینو میندازم، میخوام داشبورد طراحی کنم، اینو میندازم اینجا، مثلا کاتگوری ها رو میندازم تو محور وای، این میجر سام revenue میندازم تو محور x. بچه‌ها
الان این برام چی میگه؟ اینو حساب میکنه میجره رو، حالا میگه هر کتگوری سام رونیوش چقدره. اوکیه بچه ها؟ اوکیه الان؟ خب مثلا بچه ها من بیام اینجا این سام رونیو رو تغییر بدم به یه چیز دیگه، بگم بیا اینو بزرگ کنم، بگم بیا average revenue رو واسه من حساب کن. می نویسم average. بچه ها ناکن یه چیزی بید ناکن. من وقتی average رو نوشتم مثل میجر مثل جدول شد. یعنی چی مثل جدول شد رادوان؟ یه عبارت ها یه خروجیه بچه ها، یه خروجیه. این خروجی این شکلیه: هر موقع یه سری فیلتر که راحت داخل ایکس بندازیمش. آره یه چیزی اسکیپ کنید، من اینو بگم بعد اون توضیح بدم. بچه من نوشتم اوریج. خب نوشتم اوریج. این اوریجه سه تا چیز برام آورد. حالا اینو توضیح میدم چیا، توضیح میدم هر کدومشون چیه. بچه که من موسمو بردم این جلوش، ریدمول میتونم بزنم روش، برام توضیحاتشو میگه چی برام برمیگردونه فلان، این بعدی مثلا چی برمیگردونه 20 سال بعدی چی برمیگردونه فلان. من اینو میزنم. حالا خودش برام تیبلا رو آورده، میگم آقا اوریج بگیر، من میگم رونیو، یه ذرهشو مینویسم که برام بیاردش. حالا یه تیبل دیگه میندازم، میام دوباره کاتگوری، این دفعه میام مثلا چه میدونم میام چیز دیگه میندازم، میام پروداکت رو میندازم. حالا اوریج رونیو رو میذارم تو محور ایکسش. خب حالا بچه‌ها اصلا میجر چیه؟ میجر یه عبارته. مثلا میجر من اوریج داره میکنه رونیو، حالت عادی. من یه دونه کارت انداختم بچه‌ها، میبینید یه کارت اینجا گرفتم انداختم، اوریج رو انداختم، این اوریج رونیو رو انداختم اینجا. روش هم کلیک میکنم، میام این بالا بچه‌ها، میام میگم هول نامبر باشه، هول نامبر. میگم آقا بیا اوریج رونیو رو دیجیتاش هم فعال کن. خب حالا نکنید این محاسبه کرد بچه‌ها، این عدده فعلا فیلتری نخورده، ولی بچه‌ها وقتی من این عدده رو انداختم این توی این ویژواله، اومده با پروداکت نیم فیلتر شده. بچه‌ها این صحبت من رو عمیقاً درک میکنید؟ این عمیقاًی که میگم مهمه، عمیقاً درکش میکنید یعنی چی با اومده با پروداکت نیم فیلتر شده؟ متوجه شدید چرا این حرف رو میزنم؟ چون اگه یادتون باشه بهتون گفتم اینجا، یه بار دیگه بگم نها کنید، الان اوریج رونیو یا سام رونیو، من بذارید یه دونه کارت دیگه باز کنم، سام رونیو رو بندازم داخلش، بیام اینجا بگم هول نامبر باشه، دیجیتش هم بندازم. من 2 میلیون فروختم، من کلا 2 میلیون فروختم. حالا من اینجا این 2 میلیون رو گرفتم، این دفعه انداختم، گفتم هر پروداکت نیم چقدر فروخته. بچه‌ها عملا من اینجا هیچ فیلتری روی نذاشتم، ولی اینجا انگار وقتی دارم میگم حالا بهم بگو هر پروداکت نیم چقدر فروخته، انگار دارم فیلترش میکنم، میگم بگو به ازای هر پروداکت نیم چقدر فروختم. مثل ویژوال کردن اکسل و ایناست دیگه. بچه‌ها ظاهرا خیلی مطلب ساده یا ظاهرا خیلی مطلب سخت نیست.
نمیدونم بچه متوجه منظورم شدید چی دارم میگم؟ شما نه. آقا این اوکیه 2 میلیون انداختم میزان فروشو، این اوکیه. فیدبک بید. خب این که اینو انداختم اینجا و گفتم کسی اینو پاک کنم این اوریج رو، این که حالا اینو انداختم این تو و میگم به ازای هر پروداکت به هر کاتگوری چه فروختم چی، این اوکیه. خب دیگه من الان فیلتر کردن یعنی چی؟ یعنی بیا جدا کن دیگه. مثلا من اگه 100 تا عدس دارم میخوام فیلتر کنم، میگم 20 تا عدس اونور، 30 تا عدس اونور، 40 تا عدس اونور، دارم جدا جدا میکنم اینا رو اصلا. الانم دارم 2 میلیونم رو جدا جدا میکنم با کاتگوریام. مثلا یکی دیگه میندازم، میام میگم بیا بگو مناطق مختلفم حالا چقدر فروش داشته، فروشم رو با مناطق مختلف جدا جدا میکنم. متوجه منظورم میشید؟ وقتی فیلتر میگم یعنی این، یعنی چیزی که داره جدا میکنه. دقیقه بچه ها چی؟ اوکی اوکی خوب خدا. حالا بیا پاک کنم، بیام بگم آقا من کلا چند تا دونه چیز دارم. بیام بگم من ماکسیموم فروشم، مکس رونیوم چنده. میام میگم ماکسیموم کن، میگه خودش ماکسیموم انداخته رونیو رو. الان اینجا دوباره دونه کارت میندازم، این مکس رونیو رو میذارم داخلش، میگه مکسیمومش اینه. حالا نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه از اینا میذارم، مثلا میام میگم کاتگوری مکس رونیو. الان اینجا بچه‌ها داره به من میگه هر کاتگوری، من دیتا لیبلش هم فعال کنم، میگه هر کاتگوری ماکسیموم رونیوی که داشته چقدره. مثلا اینجا بچه‌ها اینجا دارم میگم هر ناکن اینجا تو سا این کاتگوری اوله، چون به شکل جمع مشاهده کنم بیشترین عدد کاتگوری اینو داره. ولی اگه بخوام ماکسیموم بگیرم مثلا بیشتر این داره، یعنی این بیشترین کاتگوری رو داره. اوکی، مثلا ماکسیموم اینو میتونم همین الان مینیموم کنم، یا میتونم بیام بگم تعداد پروداکت ها بشمار، بگم بیا کانت کن برام پروداکت نیما. من اینا رو خوشید کنم. خب بچه من کپی پیست میکنم دیگه، فرقی هم نداشت کپی پیست کنم این نکنم، چون نه مثلا میگم کانت پروداکت رو بنداز، اینقدر کانت پروداکت دارم از این استفاده کنم. خب اینجا بچه‌ها میام میگم حالا بهم بگو هر کاتگوری چند تا دونه پروداکت داره. خب بچه‌ها این به نظرتون درسته؟ من الان دیگه گفتم هر کاتگوری چند تا دونه پروداکت داره، درسته دیگه؟ آره پس فیدبک داد میدید. نگاه کنید این فروش من، میگم تو این تاریخ، این اوردر آیدی، این کمپانی، این پرسنل، این ریژن، این پروداکت نیم، این کاتگوری، اینقدر فروخته و اینا. من میخوام بگم آقا اصلا هر کاتگوری من چند تا دونه پروداکت داره. خب مثلا فلانی فلان نکن، بیام بگم
الان این کتگوری من پروداکت نیماش میبینی 1 2 3 4 تا پروداکت داره. من میخوام جلوی این کتگوری بگم این کتگوری من 4 تا پروداکت داره. اومدم گفتم کانت پروداکت، بعد اینو انداختم جلوی کتگوری. به نظرتون این کارم درست بود؟ نه. چرا؟ بعد چیکار می‌کردم؟ بچه‌ها چون اینجا یه پروداکت هم اصلا خب یه کالا زیر مجموعه داره، فکر کنم داره دیگه دقیقاً. و مثلا یه کالا توی یه زمانه کلی میتونه فروش داشته باشه، به خاطر رکوردش زیاد شه. به خاطر همین من دیستینک میکنم، میام پایین میگم آقا اینو کامنت کن، این اشتباهه. کامنت که میخوام بکنم دو تا خط میکشم، یا من اینو بیارم یه بار یه کامنت کنم، یا برای کامنت کردن چند خط رو بخوام کامنت کنم، من اینو دوباره بندازم که میخوام مثلا چند خط رو بیام کامنت کنم. خب میخوام چند خط رو کامنت کنم. میاد چی استفاده میکنم؟ دوباره زیرش میتونم حتی ستاره‌شو باید این یکی رو اونور بزنم. اگه بخوام بچه یه کامنت کنم از این دوتا خط استفاده میکنم، اگه بخوام چند تا کامنت کنم از این. حالا من میام یه دیستینک کانت کن. دیستینک کانت کن چیو؟ پروداکت نیمو. خب الان من اگه اینو بندازم بیام بگم کتگوری و کانتین دیتا لیبلش هم فعال کنیم، الان میگه 4 تا داره. اینجا چی استفاده کنیم که تغییر نکرده؟ دیگه چی شد؟ من دیستینک کانت کردم این دفعه. اوکیه؟ بچه این دقیقا همون کاره بود که با این گوشه میکردیم، فقط الان اومدم با اینا بعد الان دارم کد میشه مشابه حذف کرد. مشابه رو حذف کردم دیستینک کانت. بچه‌ها یه نکته دیگه، کانت خب نال رو نمیشماره. من اگه بخوام نال بشماره از کانت رو استفاده میکنم. مثلا میگم تیبل تی بی سلزم یا تیبل تی بی سلزم دیگه کلا چند تا رکورد داره، اگه بخوام اینو بگم از کانت رو استفاده میکنم. الان اینجا اسمش چی گذاشتم؟ میجره رو اسمش میجر، اسمش عوض کنم، بذارم کانت. خب یه سری بچه‌ها تیبل دیگه دارم که میخوام بلنک ها رو نشماره یا بلنک ها رو بشماره. ما بیایم اینجا کجا بلنک داریم؟ دیتا هم انقدر تر و تمیزه که هیچ بلنکی نداره. تمیز میشه. خب ولی من مثلا میتونم بگم کانت بلنک
میگیم بگید کانت کن چی اینتلیجنسش دوباره مثلا اینتلیجنسشون هوش مصنوعی که شما یه ذرهشو می‌نویسید بقیه‌شو خودش براتون میاره. کانت مثلا بلنک ها رو میشماره. شما مثلا کانتو بزنید یه دونه کانت بلنک و اینا رو دارید یا دیستینکت نان بلنک چیکار می‌کنه؟ اینا چون دیگه خیلی ساده است من اینا رو واقعا هی مثالی نداشت چیز نمی‌کنم. دیستینکت نان بلنک چیکار میکنه؟ مشابه اکسل دقیقاً میاد دیستینکانت میکنه اونایی که بلنک نیست رو حساب نمیکنه. خب من از این مباحث دیگه ساده بگذرم. هم بسته مسخره بازی بریم یه کار جدی کنیم. آقا من میام اینجا خب میام اینجا این کاتگوری ها رو میندازم. میبینید من میخوام جلوی هر کاتگوری رونیو شو داشته باشم به جز اویل. میخوام جلوی اویل نال باشه. نمیخوام رونیو اون رو حساب کنم. چی کار باید بکنم؟ یا وقت بخواین یه میجری بچه ها حساب کنید که دیفالت فیلتر داشته باشه دیگه این کار رو میکنم. از عبارت فخیم کلکولیت استفاده. اینو من جلسه قبل مثل توضیحات بهتون دادم. توی کلکولیت دو تا کار انجام اولی اکسپرشن میگیره با کاری که میخواین انجام سام نمیدونم کانت اوریج هر کاری اون کاری که میخواین انجام بدید رو مینویسید. مثلا میگم بیا سام کن بزرگوار سام کن رونیو رو بعد میبندمش. عبارت دوم چیه بچه‌ها؟ اون فیلتری که میخواد بچه‌ها خودش فیلتر رو اینجا فعال کرد دیگه نوشت فیلتر. یه بار دیگه میشه پاک کنم بذارم فیلتری میخوای بذاری ببینید اینجا فیلتر فعال شد. میگم بیا ستونه بچه‌ها اسم ستونه چیه؟ اسم ستونه کاتگوریه دیگه. ستون کاتگوری رو بیا مخالف اویل باشین. اویلش این شکلیه فکر کنم. یه بار دیگه نگاه چی نوشتم؟ این ستونه مخالف اویل باشه. اینو چه میگم اسمش هم میذارم سام. بچه اینو میگیرم میندازم اینجا. آفرین بهش همه رو یه چیز انداخت. باریکلا فکر کنم مخالف اصلا متوجه نشد بزرگوار. فکر کنم مساوی گرفت مخالف. من اینو کپی ولیو میکنم. آها خب نوشتید مدل سازی ربط نداره. این چیزی که حمله یکی انداخت میگیراد ما خیلی مواقع تو این جور مثالا ربط پیدا میکنه. مثلا الان از این به بعد مخصوصا موقعی که چند تا تیبل رو بخوایم کار کنیم خیلی مدل سازی ارتباط پیدا میکنیم. ولی اینجا یه تیبله و ربطی نداره. الان این چیکار کرد بچه‌ها؟ اومد همه رو جمع کرد به جز اویل. اوکی این اومد گفت همه به جز اویل چقدر عددش؟ میگه اینقدره. یا مثلا یه دونه میجر دیگه بنویسم بیاد میگیم کلکولیت کن سام کن یورو بگم همه این دفعه فقط اویل باشه. کاتگوریم این دفعه فقط
اویل باشه. این مژر رو میندازم اینجا. بعد نگاه کنید بچه‌ها، من سام رونیو رو میندازم اینجا. الان چه اتفاقی افتاد؟ خود اویل چند بود؟ 38515. من این مژرها رو بیام ایناشو ست کنم که قشنگ براتون سنس پذیر بشه. بچه‌ها ممیزاشو دارم ور میدارم. ممیزاشو دارم براتون بر. اینجا اومد کل فروشم رو انداخت. الان باید با هم بررسی کنیم. اصلا کل فروشم نگه، کل فروشم منهای اویل رو انداخت. تو اولیه. تو دومیه اومد فقط فروش اویلم رو انداخت، چون گفتم فقط مساوی اویل باشه. خب این چی بودم نوشتم؟ ببینیم. خب تو سومیه فروششون انداخت. اوکی. حالا بچه‌ها بریم یه چیز دیگه درس بدم، بعد اون مثالی که بهتون گفتم بهتون توضیح میدم چیه اون فیلتر رو. بریم اینجا ما یه چیز داریم به اسم فیلتر. فیلتر چی کار میکنه؟ یه تیبل دیگه به من میده. بچه‌ها این سوال بهم بگید چرا خسته ای؟ چون چیزی که این چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه، مهمترین مباحثمونه. چرا خسته اید؟ فیدبک بدید. بریم آنتراک بیایم یا نه، یا بگم اینا رو. بریم آنتراک. بقیه بچه‌ها چی؟ خب پس چه کار کنیم؟ بریم آنتراک. من بیام قبل کنم.